این خلاصه کتاب صوتی توسط هوش مصنوعی تولید شده است و از قبل بابت هر گونه اشتباه احتمالی عذرخواهی می‌کنیم. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا بعضی‌ها همیشه در حال پیشرفتند در حالی که شما همچنان درجا می‌زنید؟ آیا تا به حال خودتان را در موقعیتی دیده اید که به هر تلاشی دست زده اید ولی باز هم در زندگی مالیتان تغییری احساس نمی‌کنید؟ خب، ممکن است مشکل در نحوه نگاه کردن به پول و ثروت باشد. این نکات به شما کمک می‌کنند تا با رویکردی جدید به مسائل مالی و تصمیمات اقتصادی خود نگاه کنید. با این 10 نکته می‌توانید مسیری جدید بسازید که به شما کمک کند از مشکلات مالی خود عبور کنید و آینده‌ای روشن‌تر بسازید. پس همراه باشید تا از این نکات ساده و کاربردی بهره برداری کنید و از همین امروز شروع کنید. نکته شماره 1: اول از همه بخشی از درآمدت رو برای خودت نگه دار. یکی از مهمترین اصولی که تو این کتاب روش تاکید شده اینه که اولین نفری که باید از درآمدت سود ببره خودتی یا دیگران. خیلی از ما تا حقوقمون میاد قسط و قرض و قبض با خرج روزمره رو پرداخت میکنیم. بعد تهش اگه چیزی موند تازه یادمون میفته ای بابا باید یه چیزی پسنداز میکردم. ولی معمولاً دیگه چیزی نمیمونه. کتاب میگه یه قانون ساده ولی فوق‌العاده تاثیرگذار وجود داره. حداقل 10% از هر پولی که در میاری رو برای خودت کنار بذار. قبل از اینکه پولت خرج بشه، اون 10% رو بردار و انگار اصلاً وجود نداره. 9 برای قسط، 9 خرید، 9 تفریح. این مال آینده ته. مثال، فرض کن یه کارمند ساده هستی با حقوق 15 میلیون. به جای اینکه همه شو خرج کنی، همون اول 1.5 میلیون رو بریز توی یه حساب جدا. این حساب 9 کارت داره، 9 دسترسی آنلاین. بعد از یه سال، بدون اینکه فشار زیادی بهت بیاد، نزدیک به 18 میلیون پسنداز داری. حتی اگه سرمایه گذاری هم نکرده باشی، باز یه پشتوانه است برای روز مبادا یا شروع یک کار جدید. یادت باشه، ثروت از اون جایی شروع میشه که تصمیم بگیری بخشی از پولی که در میاری رو برای آینده‌ات نگه داری. چون اگه همش بره، عملاً داری برای بقیه کار میکنی. 9 خودت. نکته شماره 2: خرجت رو کنترل کن. 9 این که فقط بیشتر پول در بیاری. خیلی وقتا فکر میکنیم مشکل اصلی ما اینه که پولمون کمه، ولی واقعیت اینه که بیشتر مواقع مشکل از ناتوانی در مدیریت خرج هاست. 9 میزان درآمد. کتاب با یه مثال ساده میگه حتی اگه حقوقت 2 برابر بشه، اگه یاد نگرفته باشی چطور خرج کنی، باز هم آخر ماه پول کم میاری. چون به همون نسبت که درآمدت بالا میره، خواستهات هم زیاد میشن. به این میگن تورم سبک زندگی. فرض کن حقوقت از 10 میرسه به 20 میلیون. اولش فکر میکنی وای چه خوب، دیگه راحت شدی. ولی بعدش یه گوشی گرونتر میخری، رستوران‌های بهتری میری، لباس‌هایی میخری که قبلا نمیخریدی، سفرهای گرونتر میری. با ماه بعد دوباره صفر میشی. ثروتمندترین مرد بابل پیشنهاد میده که برای خرج کردن یه سقف مشخص بسازی. اولویت‌ها رو بچین، ببین چی واجبه، چی نیست. یه بودجه ساده بنویس. مثلا بگو اجاره 30%، خوراک و حمل و نقل 20%، پسنداز 10%، تفریح 10%. بقیه موارد متفرقه و سعی کن از اون سقف بالا نزنی. حالا مثال واقعی: یه زوج جوون بدون برنامه خرج میکنن. سر ماه بعد از کلی خرید آنلاین، بیرون رفتن و ولخرجی ته حساب خالی میشه. بعد از یه برنامه ریزی ساده و ثبت هزینه ها توی یه اپلیکیشن مثل هابیتو یا یه دفترچه، تازه متوجه میشن چقدر پولشون بی هدف رفته. ماه بعد همون درآمد قبلی رو داشتن، ولی ته ماه یه مقدار قابل توجهی پسنداز داشتن، فقط چون خرج کردنشون هدفمند شد. نکته شماره 3: پولی که جمع میکنی رو بخوابون روی پول، نه روی خاک. کتاب یه جمله خیلی قشنگ داره: طلایی که فقط ذخیره بشه مثل بذر کشاورزی که کاشته نشه هیچ وقت رشد نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی فقط پسنداز کردن کافی نیست. اون پول باید برات کار کنه. باید مثل یه دونه باشه که تو زمین میکاری تا خودش ثمر بده. نه این که بذاری تو گاف صندوق یا زیر بالشت. متاسفانه خیلیا بعد از یه مدت پسنداز کردن، پولشون همونطور راکت میمونه، در حالی که میتونستن با سرمایه گذاری درست همون پول کم رو تبدیل به یه جریان درآمدی دائمی کنن. مثال خیلی واقعی: فرض کن شما هر ماه 1 میلیون پسنداز میکنی،
بعد از 2 سال میشه 24 میلیون. حالا اگه این پول رو توی یه صندوق درآمد ثابت بذاری، با سود ماهانه هم پولت حفظ شده، هم سود ثابتی ازش میگیری. یا حتی اگه مهارتی داری مثلا طراحی، نویسندگی، تعمیرات یا شیرینی پزی میتونی بخشی از اون پول رو صرف آموزش یا تجهیزات ساده کنی و باهاش یه منبع درآمد دوم برای خودت بسازی. کتاب تاکید میکنه پول باید برات کار کنه، نه این که فقط نگهش داری و منتظر بمونی یه روز به دردت بخوره. باور کن حتی با مبالغ خیلی کم هم میشه شروع کرد. مهمتر از مقدار پول ذهنیت پشتشه. نکته شماره 4، جلوی ضرر رو همون اول بگیر، نه وقتی دیر شده. تو مسیر ثروت سازی فقط پسنداز و سرمایه گذاری نیست که مهمه حفاظت از پولت هم به همون اندازه مهمه. کتاب یه مثال جالب داره. اگر یه کوزه‌گر به شاگردش بگه که گل تازه رو با خاک خشک قاطی نکن چون کوزه خراب میشه، اون شاگرد باید گوش بده. همینطوری هم وقتی کسی که تجربه نداره بهت میگه بیا با پولت فلان کارو بکن، باید گوش ندی. چند بار شده یکی بهت گفته یه سرمایه گذاری توپ دارم، سودش 50% تضمینیه. یا یکی که 9 تخصص مالی داره، 9 سابقه‌ای، یه پیشنهاد وسوسه کننده داده با تهش با یه ضرر اساسی ازش بیرون اومدی. توی ایران هم کلی از این تجربه ها هست. سرمایه گذاری توی شرکت‌های هرمی، رمزارزهایی که کسی اسمشون رو نشنیده، خرید ملک توی منطقه هایی که رشدش فقط روی کاغذه، یا حتی سپردن پول به آشناهایی که قول مشارکت دادن ولی 9 قرارداد درستی بستن، 9 تجربه‌ای داشتن. راهکار ساده چیه؟ قبل از اینکه هر نوع سرمایه گذاری انجام بدی، 3 تا سوال از خودت بپرس. 1. آیا این کار رو کاملا میفهمم؟ 2. کسی که پیشنهادش رو داده خودش تجربه موفق داشته؟ 3. اگه همه چیز طبق برنامه پیش نرفت، چقدر ضرر میکنم؟ پول با زحمت در میاد، حفاظت ازش هم باید با دخت باشه. دمت گرم که اینقدر با انگیزه‌ای، واقعا کارت درسته. حالا نوبت نکته‌ایه که خیلی از ماها دقیقاً اینجا گیر میافتیم. نکته شماره 5، فرق بین فرصت واقعی و وسوسه قلابی رو بشناس. توی دنیای امروز هر روز با 1000 تا تبلیغ و پیشنهاد و پیام بمبارون میشیم. الان نخری، از دستت رفته. سریع ثبت نام کن، جا محدوده. با فلان سرمایه گذاری توی 6 ماه میلیاردر شو. اینا دقیقاً همون چیزیه که کتاب بهش میگه وسوسه قلابی. بعضی فرصتها فقط ظاهر خوبی دارن ولی باطنشون پر از ریسک و خطره. کتاب میگه اگه میخوای پولدار شی، باید بتونی بین فرصت واقعی و طمع‌های هیجانی فرق بذاری. فرصت واقعی اونیه که قابل بررسیه، پشتوانه داره، با عقل جور در میاد و میتونی از تجربه دیگران هم کمک بگیری. مثال ملموس، فرض کن یه دوستت میگه یه زمین اطراف فلان منطقه داره که قراره به زودی منطقه بشه و همه دارن میخرن. تو هیجان زده میشی. اما اگه یکم تحقیق کنی، میبینی اون زمین هیچ سند مشخصی نداره، طرح تفصیلیش معلوم نیست که اجرایی بشه و خریدارها هم صرفاً به امید شایعه رفتن سراغش. یا یه نمونه دیگه، یه پیج اینستاگرامی که میگه با 5 میلیون تومان درآمد ماهانه 30 میلیون داشته باش، هیچ توضیحی درباره مدل درآمد نمیده، فقط با عدد و رقم وسوسه‌ات میکنه. چه باید کرد؟ صبر کن، هیجان رو کنترل کن، از آدم با تجربه مشورت بگیر. اگه چیزی رو نمیفهمی، توی سرمایه گذاری نکن. یاد بگیر، نه بگی. واقعا یاد بگیر، نه بگی. ثروت از راه‌های معقول میاد. نکته شماره 6، از تجربه آدمای با تجربه استفاده کن. 9. از نظرات درگوشی و هیجانی. تو زندگی روزمره خیلی وقتا واسه تصمیم‌های مالی میریم سراغ دوستامون، فامیل یا حتی همکارمون توی اداره که شاید هیچ تخصصی توی اون موضوع نداره. مثلا میخوای سرمایه گذاری کنی، میری از کسی مشورت میگیری که خودش هنوز ته حسابش توی قرمزه. کتاب با یه داستان قشنگ میگه یه نفر میره از یه آهنگر مشورت میگیره که پولش رو در چی سرمایه گذاری کنه. آهنگر هم چون چیزی از تجارت نمیدونسته، پیشنهاد اشتباهی میده و پول طرف به باد میره. پیامش ساده است: وقتی میخوای درباره پول تصمیم بگیری، باید با کسی مشورت کنی که خودش تو اون زمینه موفق بوده. توی واقعیت چطور؟ مثلا میخوای توی بورس سرمایه گذاری کنی، ولی به جای اینکه بری با یه مشاور مالی یا کسی که سالهاست با دانشکار کرده صحبت کنی، میری سراغ پسرخالات که چون یه سهم شانسی رو درست خریده، فکر میکنه تحلیلگر حرفه‌ایه.
یا میخوای یه بیزینس کوچیک راه بندازی، میری از همکارت مشورت میگیری که خودش تا حالا حتی یه فروش اینترنتی هم نداشته. راهکار چیه؟ لیست آدم‌هایی رو بنویس که واقعاً تو حوزه مالی، بیزینس یا سرمایه‌گذاری تجربه دارن. باهاشون گپ بزن، حتی اگه شده کوتاه، گوش کن به اشتباهاتی که کردن. از منابع معتبر استفاده کن. کتاب، پادکست، دوره‌های آموزشی و از همه مهمتر، همیشه قبل از هر تصمیم مالی فکر کن که این پیشنهاد رو داده و خودش چقدر موفق بوده. ثروت سازی فقط جمع کردن پول نیست، یاد گرفتن که کی رو گوش بدی و کی رو نو. یاد بگیر که فقط کارگر پول نباشی، بلکه سازنده ماشین پول سازی بشی. نکته شماره 8: منتظر سرمایه زیاد نباش، با چیزای کوچیک شروع کن. یکی از تله‌های ذهنی که خیلی‌ها توش گیر میافتن اینه: اگه سرمایه داشتم فلان کارو میکردم. اگه پولم زیاد بود الان فلان مغازه رو میخریدم. اما ثروتمندترین مرد بابل میگه اگه با پول کم بلد نباشی حرکت کنی، با پول زیاد هم فقط بیشتر ضرر میکنی. این جمله طلاییه، چون ثروت ساختنی 9 شانسی. با شروع کردن از چیزای کوچیک، تمرینیه برای ساختن مهارت، عادت و اعتماد به نفس مالی. مثلا یکی از آشناهای خودم با یه شغل ساده اداری ماهی فقط 500,000 تومان میتونست کنار بذاره. اولش با پسنداز یه دوره آموزش طراحی گرافیک رفت. بعد شروع کرد توی سایت‌هایی مثل پونیشا یا کارلنسر پروژه بگیره. چند ماه اول در حد خرج اینترنت بود، ولی ول نکرد. الان توی خونش با یه لپتاپ ساده ماهی 15 میلیون درآمد داره. یا یه خانم خونه‌دار رو میشناسم که عاشق خیاطی بود. از پارچه‌های اضافه شروع کرد، چند تا کیف پارچه‌ای دوخت، عکس گرفت، گذاشت تو اینستاگرام. با اولین فروش پول پارچه خرید، با دومین درآمد چرخ خیاطی بهتر گرفت. الان برای بوتیک‌ها تولید میکنه. پول زیاد مسیر رو راحت‌تر میکنه، ولی اون چیزی که اصل کار جرأت شروع کردنه. با هر چی که الان داری، ثروت با جسارت شروع و تداوم در مسیر و یاد گرفتن از اشتباهات میداد، با انتظار و بهونه. نکته شماره 9: عادتهای کوچک روزانه تغییرات بزرگ میسازند. خیلی وقتها برای شروع یه تغییر بزرگ ذهنمون دنبال راه حل پیچیده میگرده. فکر میکنیم برای ثروتمند شدن باید یه تغییر اساسی و ناگهانی توی زندگیمون بدیم. ولی کتاب میگه تغییرات بزرگ به تدریج ساخته میشن از راه عادتهای کوچیک روزانه. مثلا شاید به نظرت بی اهمیت باشه که امروز 5,000 تومان رو به پسنداز اختصاص بدی یا وقت کمی برای یاد گرفتن یه مهارت جدید بذاری. شاید توی لحظه به چشم نیاد، ولی اگه همین کار رو هر روز تکرار کنی، بعد از 1 سال میبینی که حساب بانکیات خیلی بیشتر شده یا اون مهارت جدید تبدیل به یه شغل دوم موفق شده. کتاب یه مثال خیلی خوب میذاره. فرض کن هر روز 20 دقیقه مطالعه یا تحقیق در زمینه‌ای که می‌خوای توش رشد کنی انجام بدی. ممکنه امروز فقط 1 یا 2 نکته یاد بگیری، ولی اگر همین عادت رو هر روز ادامه بدی، بعد از 1 سال میتونی بدونی که مثلا به عنوان یک مشاور مالی، نویسنده آزاد یا فریلنسر حرفه‌ای چطور باید عمل کنی. یا حتی اگه فقط روزی 10% از درآمدت رو پسنداز کنی، بعد از 1 سال اون 10% پول زیادی میشه. این عادتهای کوچک ممکنه توی لحظه به چشم نیان، ولی وقتی کنار هم جمع بشن باعث تغییرات بزرگی میشن که زندگیت رو متحول میکنه. ثروتمند شدن از عادتهای کوچک روزانه شروع میشه. همین الان از همون کاری که داری انجام میدی 1 قدم کوچیک به جلو بردار. نکته شماره 10: شکست‌ها رو فرصتی برای یادگیری ببین. 9 پایان راه. تو مسیر ثروتمند شدن هیچ چیزی خطی نیست. همه ما بالا و پایین‌هایی داریم. در این مسیر حتی ثروتمندترین افراد هم شکست میخورن. اما چیزی که موفق‌ها رو از شکست خورده متمایز میکنه نگاه به شکست‌ها هست. کتاب میگه که باید شکست‌ها رو نه به عنوان پایان، بلکه به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت ببینی. خیلی وقتی توی یه سرمایه‌گذاری یا پروژه شکست میخوریم، ناخودآگاه میخواهیم دست از کار برداریم و خودمون رو سرزنش کنیم. اما افراد موفق به اینطور شکست‌ها به چشم تجربه نگاه می‌کنند که توی مرحله بعد بهشون کمک می‌کنه. مثال ملموسش اینه که خیلی از کارآفرین‌های معروف که امروز میلیاردها دلار دارن، چندین بار توی پروژه‌های قبلیشون شکست خوردن. استیو جابز وقتی از اپل اخراج شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد دوباره به اوج برگرده. اما اون تجربه‌هاش باعث شد اپل امروز تبدیل به یکی از بزرگترین شرکت‌های تاریخ بشه.
یا توماس ادیسون که در مسیر اختراع لامپ هزاران بار شکست خورد. با این حال هر بار که شکست می‌خورد میگفت من اشتباهات زیادی انجام دادم اما هر بار یک روش جدید یاد گرفتم. یعنی وقتی یه شکست اتفاق میفته باید سوال کنیم چه چیزی از این تجربه میتونم یاد بگیرم که در آینده کمکم کنه. این نگرش میتونه ذهنیتت رو به طور کلی تغییر بده و باعث بشه از هر شکست به جای ناامیدی درس‌های جدیدی بگیری و مسیر بهتری برای آینده بسازی. هر هفته با خلاصه 2 کتاب جدید در خدمت شما هستیم. پس حتما کانال را دنبال کنید و نظرتان را در کامنت ها با ما در میان بگذارید.